چجوری وال واک بزنیم؟ وال واک حرکت بادی ویته که خیلی میتونه به ما کمک کنه که بعداً بتونیم هندستن بزنیم. یعنی در واقع تمرینیه که به ما نم نم کمک میکنه که بتونیم وزنمون رو به صورت عمودی روی دستامون نگه داریم. جدا اینکه ما رو نم نم آماده میکنه واسه هندستن زدن، خودش هم تمرین خیلی خوب محسوب میشه دیگه، که هم روی دستامون کار میکنه هم روی عضلات کورمون کار میکنه. در مرحله اول خیلی مشتی دراز بکشیم، پاهمون کامل به دیوار چسبیده، دست توی پوزیشن شانه قرار داره. در واقع آرنج نزدیک بدناست، دست‌ها هم خیلی بالا نیست. چیزی که توی آموزش‌های کراسفیت میگه آقا شما باید اول توی حالت پوشاپ بیاید بالا، بعد پا رو بذارید بالا. خب این یه ذره هم سخته، به خصوص توی آدمایی که تازه میخوان وال واک زدنش رو یاد بگیرن و شاید خیلی نتونن خوب پوشاپ بزنن. از اون طرف هم کسایی که میخوان تعداد بزنن و حتی توی مسابقه شرکت کنن، خب یه ذره تکنیکیه که خیلی بهینه نیست. Every rep she took the time to make sure that both feet got there before her hands started moving so that she didn't have to do any. توی همون حالت قرار میگیریم. اول یه دونه نی پوشاپ میزنیم، یعنی در واقع زانو من روی زمین قرار داره، یه دونه پوشاپ میزنم میام بالا. بعد توی این حالت باسنو میدم عقب و زانوهامو بلند میکنم. به این میگن پوزیشن دانوارد داگ. فارسیش واقعا نمیدونم چی میشه. پس یه بار دیگه نی پوشاپ، باسن عقب، زانو بالا. حالا توی این پوزیشن من یکی از پاهامو، هر پایی که راحت تره رو میذارم بالای دیوار. قبوله؟ سعی میکنم که طول پام میذاره بالاتر باشه، بره بالای لگنم، یعنی گام بلند بردارم. بعدش که پامو گذاشتم احساس کردم استیبله، اگر دستام تواناییشو داشت که تونستم وزنمو کنترل بکنم، پای بعدی رو میذارم. باز دوباره اینجا یه تست میگیرم. باید اول مطمئن بشین که دستاتون توانایی تحمل وزن بدنتون رو داره یا نه. کورتون میتونه نیرویی که بهش وارد شده رو نگه داره یا نه. اگر دیدین که اوکیه، دستاتون زورش رو داره، عضلات کورتون قویه، میتونه وزنتون رو نگه داره، دست و پا رو به صورت همزمان میبریم بالا. نکته‌ای که توی وال واک وجود داره اینه که اصلا نباید عجله کنین. ممکنه که شما الان وال واک بزنین و نتونین عقب برین. خب طبیعیه، به خاطر اینکه بسیار حرکت سختیه و قراره کل وزن بدنتون بیفته رو دستتون. حتی ممکنه که شما به زور خودتون رو به دیوار برسونین ولی نتونین خودتون رو کنترل کنین و با ضربی که به دیوار میزنین از اون طرف بیفتین. ممکنه که شونه‌هاتون هنوز پایداری کامل رو نداشته باشه و در اثر فشار زیاد نم نم آسیب ببینه. پس خیلی مهمه که آهسته آهسته پیش برین. مثلا ممکنه که شما وقتی شروع کنین وال واک زدن یه تایمی 5 ماه، 6 ماه، چه میدونم 7 ماه یا حتی بیشتر فقط توی دامنه برین و بیاین. ولی موضوع اینه که اون تمرین داره تاثیر خودش رو میذاره، حتی به شرطی که شما دامن حرکت رو کامل اجرا نکنین و تا دیوار نچسبین. پس اگه هنوز نمیتونین وال واک کامل رو بزنین، میتونین اینجوری برین. نی پوشاپ میزنین، باسن بالا، دانوارد داگ، پا رو میذارین اینجا. باز اینجا اگر اوکی بودین پا رو میذارین بالا، اگر نه همین هم میتونه فشار خودش رو بیاره بالا. پا رو میذارین. اگر اینجا اوکی بود میرین عقب. باز یه نکته‌ای که وجود داره اینه که نباید باسنتون اینجوری بیاد پایین. باسن رو باید بالا نگه دارین. اگر اوکی بود من نم نم میرم عقب. برای پایین اومدنم خیلی آروم.